اومدیم بخش رودبارک کلاردشت. جاتون خالی و آخر ولاگ با ما همراه باشید. ولاگ هم اینجا باشه. به اشاره میده که برو. خونم خوابیدم. دور از ویلا میخورم مدرسه. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. باش خانم شما دیگه صحبت نکن، بچه‌ها دارن صحبت کن. امیدوارم که صبح جمعتون بخیر باشه. امروز 10 مرداد ماه. بلدن بچه همینجا. امیدوارم که صبح جمعتون بخیر باشه. مرتضی هستم. اومدیم کلاردشت گردی، کلاردشت مازندران. تا الان داشتیم ولاگ جاده عباس‌آباد به کلاردشت رو میگرفتیم. الان هم استارت گردش رانندگی ریزی با همین کلاردشت بزنیم. اومدیم اصل داستان جمعه بازار کلاردشت رو فیلم بگیریم. الانم حسن کیفیم. این ساختمونه رو اسمش نمیدونم، قشنگه. ساعت هم 9:13 دقیقه است. نزدیک میدون اصلیشیم. فکر کنم 82 قاب. ولاگ هم اینجا باشه. اشاره میده که برو. کجا برم سوار بشم؟ این میدون چیز یه هلیکوپتری آوردن گذاشتن. ما تو اینستا دیدم. این دست راست میره به سمت رودبارک و اینا. ما بریم راست یه دور بزنیم دوباره میایم سمت چیز. چپ هم میره تهران و مرزن آباد. کلا بچه همینجا ملکی. یادم آخرین باری که این میدون اومدم یادم نمیاد واسش. دوری ریزی بزنیم برای دوستان ثبت خاطره کنیم. یاد یه جمله توی خدمت افتادم، رو معمولا تخت میخوابیدی اون بالا مینوشت، یا مثلا دیگه همونجا یا رو دیوارا مینوشتن. گفت الان که دارم من اینو مینویسم تو خونت خوابیدی. اون موقعی که تو داری اینو میخونی من تو خونم خوابیدم. مرسی راهنما. نمیدونی ولوال اصلا باحال. حسن کیف مرکز کلاردشته. مثل دیلمان که اسپیلی اونجاست. یا مثلا مورد دیگه ذهنم نمیاد براتون مثال بزنم. اینجا هم همونجوریه. تقریبا ادارجات و عادتا بیمارستان هم باید اینجا باشه. گفتم جمعه ساعت 9:15 دقیقه است. قراره یکی از دوستانم به ما ملحق شه. داداش یکی از دوستان، خودم اولین بار میبینم چون بنده خدا خودش وقت نداشت. داداش همکارانه. بریم این چند تا جا رو به ما نشون بده. مرسی دوست عزیز دیگه تهرانیمون از راهنمای زیباش. نمیدونم چون راهنما نمیزنه. فکر کنم لایجانی بود. من خانومم همکلاس هم بود. خانومم لایجانی. یعنی استاد عزیزشون استاد میخواست چی کنه، لهجه لایجان، دو سه تا لایجانی داشتیم. اون لایجان چی داره مگه؟ لایجان شیطان کو داره. اینا لهجهشون میگیره. من مطمئنم لایجانی لهجهشون میگیره. تابلو بخونیم. مستقیم رودبارک، بنداربون، علمکو جز چیزاست مرتفع ترین کوه شمال ایران باید باشه. این بولوار بعدی رو دور میزنیم میاییم. ماشین چرا نفس نداره؟ جاده عباس‌آباد ولاگش حتما ببینید. من تو پلیلیست شهر کلاردشت میذارم براتون. خیلی
قشنگ بود خداییش میگم. الان رانندگیشو گرفتم، نزدیک ظهر باید برگردم، جای مختلف رو قدم زدن، دوربین رو بالا میکارم براتون. چشماش رودخوناش آب نداشت خداییش، من هیچی ندیدم، فکر کنم یه دونه فقط دیدم، براتون میگیرم دیگه. خیلی شده، ما دور برگردون رو برمیگردیم. دوستان راهنما استفاده کنین. فوش نگه دیشب گشاد هم هست. جاده افراد برو ترمز. یه روزی یه عکس دیدم، یه سگه بود پشت فرمون بود، این دهنش یه متر باز بود، داشت فوش میداد. نوشته بود که من موقع رانندگی یاد خودم افتادم، من پشت فرمون اعصابم خراب شد به خاطر بی احتیاطی و بی فکری یکی مردم گرفتار بشه. کلار داشت روزای تعطیل، الان 8 تا 9 اینجا تعطیلات میشه، خدا نکنه یه تعطیل رسمی پیش بیاد اینجا، خیلی جمعیتش یهو زیاد میشه، تعداد ویلاها اینجا زیاده. آب و هواش خوبه، به خنکی دیگه. الان میدونم من کولر گرفتم ولی اینو همچین گرمم نیست، زمستون همش برفه اینجا. کولر خاموش کنم، وایساده بودم روشن کردم، باد پنکه، کولر هم نه خنک، زمستون همش برفه اینجا. مهمتر از آب و هوا به نظرم دوستانی که تهران زندگی میکنن، کرج، براشون آرامش. اینجا سرسبزی هم نداره همچین، شاید اطراف داشته باشه. این بافت میبینی شبیه منجیل و رودبار خودمونه. من میگم منجیل و رودبار خودمونه، خودم بچه همین برام هستیم. منظور میخواستم مثال بزنم چون عمده فالوورای ما مال بچه گیلانن، ما میریم همسان سازی بشه باشون، یکسان سازی تو ذهنشون بیاد. تقریبا داخل شهرش مثل همونه دیگه، مثل لایجان سرسبز نیست، درختایی که چیده است، درختایی که همیشه سبزن. درختی نمیدونم اسمش چیه، اکثرا برگ دارم جو خوشگل است. من اینجا مرکبات ندیدم، چشم نخورد توش، کنم خشک باید باشه. این هلیکوپتر هم گفتم یا نه، بچه ها گفتم به این کلادش هیچ تقریبا ارتباطی نره. قبلا یه جامی بود، یه تازه مثل یه هفته چند روزه برداشتن این هلیکوپتر گذاشتن اینجا، اسم میدونش معلمه، شدش هلیکوپتره، نمیدونم چون ربطی به هم، نهایتش معلم بود اونجا بذارید. کافینت رو هم نوشته بود، کافینت صد داشتم خودش شبیه کابینت نوشته بود. چی نوشته؟ دوستان من همیشه توصیه میکنم، باز دوباره میگم، ببخشید میگم ولی 1000 بارم بگیم کمه، تو رو خدا این رعایت کنید. بومیا و مسافرها رعایت نمیکنن، شما رعایت کنید. الان خدای نکنه اینجا تصادف کنید گرفتار میشید.
ولاگ جاده کلاردش ما نگاه کنی اصلا چند مورد بود که یارو نگاه نمی‌کنه، همینجوری میپره میاد تو خیابون. شما آروم برید. نیم پلاژ برید. دوربین داغ کرد. دوربین داغ میشه، خاموش میشه خودکار. این چیز دارم کنار تا دوربین خنک شه. من میانی چیز من سرچ کردم جای دیدنی رو براتون از رو بخونم، چون یک بعضیش اسمشون سخته. شو خانه ارواح کلاردشت، مرداب دیوک، کاخ اجابت، دریاچه حصارچال، جنگل مجل یا مجل دقیقشو نمیدونم، جنگل آزو، علمکو، آبشار آکاپل، جاده کلاردشت که براتون گرفتم، مازیچال، دریاچه ولشت، آبشار هریجان، منطقه شکار ممنوع سیاه‌بیشه. حالا من دو تا نکته بگم. یکی این که معمولا این سایت ها زیاد یه شخصی میاد مینویسه بچه اینجا نیست. ممکنه حالا مثلا سیاه‌بیشه، حالا من نمیدونم جز کلاردشت یا جز چالوسه یا اصلا دقیق نمیدونم، باید ببینم. مثلا این اطراف هم مثلا جای دیدنی اطراف هم شاید اشتباهی گذاشته اینجا. این به خاطر اونه. شاید من رو خوندم اگه یه دونه دو تاشون مثلا جز اینجا نباشه به خاطر این علته. دوم، مازیچال واقعا معروفه، مخصوصا تو پاییزه. شما سرچ کنید عکسای کلاردشت این چه مازیچال میاد. کنم جنگل بلوطه، خیلی اونجا قشنگه، مخصوصا تو پاییزش. یا مثلا خورده هوا چیز ماشه اونجا مه میگیره. اینو باید یه ولاگ جدا بیام، دو سه روزی کلاردشت بگردم، خونه دوستان باشیم. من امروز هدفم بیشتر بازار بود. بازارم دوستان آدرس دادن این سمتیه. دارم میرم بازار فیلم بگیرم. مورد بعدی اینکه دوستان یه دونه شیرینی سرا اینجا داره، کاکا، ببخشید شیرینی سرای کاکا بستنیشو دوستان تعریف کردن. من سرچ کردم دور میدون اون چیزی بود که میدون هلیکوپتر ترمز میشه، یکی در میاد سفت و شور میشه. اونجا بود. اونجا میبینم یه بستنی میخورم، ویدیو هم میگیرم. من بلد نبودم سرچ کردم دیدم لوکیشنش اونجاست. تو برگشت من بودم میریم سمت بازار و یکم از این جاده مرزن آباد هم بگیریم. یکی از گفتم داداش دوستان میخواد به ما اضافه شه، اون بنده خدا اون جا رو میسه که بلده. ما هم میریم جای دیدنی نزدیک هم تو همین ولاگ میذارم. خاصی به ذهنم نمیاد. میدان ورزش، مرکز اسکان فرنگیان، شهرستان کلاردشت. کلاردشت شهرستانه، جالب بود. دقیق نمیدونستم شهرستان کلاردشت. متاسفانه جای بین دیدنی و زیبایی آسفالت داخل شهرشو. دوربین لرزش‌ها رو میگیره. اگه شما چیز کنین کف آسفالت رو دقت کنین همش چاله شده است، یه تیکش صاف نیست.
همه شهرهای شمال اینجوریه، ولی خب اینجا دیگه به صورت ویژه تو عربا میشناسن کلاردشت. تو تیک تاک بعضی وقت کلیپامونو میذاریم اونجا میاد می‌نویسه کلاردشت پروفیل. کلاردشت رو میدونن چی بگم. چه ولشتم قشنگه، میگم یه روز کامل باید بیام مثلا این جا رو ولاگاشو جدا جدا بگیرم. میگن یکم فاصله داره، مثلا 30-40 دقیقه از خود این شهر مثلا دوره همینجا، مثلا همین فرصت نمیشه. بعد ولاگ رانندگی که میگیری دوستان میگن آب و هوای آفتابی برو، یعنی مه باشه ای خورده چیز باشه به نظرم قشنگ‌تره. شما قرمز چناق داشت یعنی جاده تهران به سمت مرزن آباد و تهران میخوای بری این جاده است دیگه. بنزین چقدر شلوغه، صف کن بنزین اون سم. ما دیروز بنزین رو پر کردیم. جاده جاکی افتاده میگفت ما که بنزین رو پر کردم، گوشیم هم شارژه، میترم نصب کردم، آماده واسه هر سناریو احتمالی هست. اینجا باید جمع بازارش باشه. قاعدتا بچه گفته ماشین زیاد پارکه، قاعدتا باید اینجا باشه. این جمع بازار رو ولاگ جدا میذارم، رو این ولاگ تقریبا ربطی نداره. دوستان گفتن 11 معمولا شروع میشه. من پلاکا رو بخونم: 82 11 72 72 72 82. بیشتر بومی هست. چون بازار بالی محل برگزاریه. ما یکم میریم جلوتر دور میزنیم میاییم. من جلو بازار فیلم بگیرم. تو لینکشو اگه نذاشتم احتمال زیاد میذارم تو همین توضیحات هم ویدیو، این تو پلیلیست شهر کلاردشت میتونید ببینید. دوستان ما ولاگ رانندگی رو اینجا تمام میکنیم. البته گفت توضیح دادم که دوستان قرار اضافه بشه جای دیدنی نزدیک هم ادامه این ولاگ میذارم. هدف این نشون دادن شهرش بود. جای دیدنی نزدیک هم به همین کلیپ اضافه میکنم، به علاوه بستنی کاکا که قول دادم دوستان تعریف کرده هم امتحان کنم دیگه. همین دیگه. امیدوارم تا اینجا لذت برده باشید. من یه خورده انرژیم کم شد، حواسم رو ترمز ماشینه، دارم تستش میکنم، آروم آروم میرم. یه بار ترمز منو جا گذاشت، همین احتیاط میکنم میگیره. خدا رو شکر، نگران نباشین. چند بار تست کنیم بیشتر نداره. من تا اینجا لذت برده باشید. ماشین رو پارک کنم بریم برای جمع بازار انشالله.
منظره زیبای کنار دشت پر از ویلا. فکر می‌کنم مدرسه باشه. هوا خنکه تقریبا. جاتون خالی.
پل معلق رودباره. بلیط نفر 25 تا. تقریبا هیچی هم نداره. دوستان خوبی باید دیدین حلال شد. این هم رودخونه. نشون نمیده هاشن داریم بالا پایین میریم. جمعیت بیشتر عرب هم. اونجا مون دوچرخه سواریه. امروز نیست که خاموشه. دوچرخه کابلی بهش میگن چی میگن اون مایه تعطیله امروز. بریم اونجا. حتی اون فعلا هیچ خبری نیست. هدف دیدن منظره زیبا. بریم تا پایین هم براتون بگم. اینجا بخش رودبارک کلاردشت. خونه رودبارک کلاردشت جای عزیزان خالی. اینجا دوستان میگن اسمش ملکی جوبه. موازی رودخونه داریم میارم. اینجا خیلی خونه که آب پایین هم سرده از برف علمخون میاد جاتون خالی. اینجا که سایه خونه که واقعا همه آمدن یه پاسته جاتون خالی. دوستان گفتم بستنی کاکا اومدیم جاتون خالی بستنی بخوریم ببینیم منظرش چجوریه. دور همین میدون اصلی معلم بود. داشتم یه هلیکوپتر بخورم مزه‌ش هم بهتون بگم. جاتون خالی واقعا خوشمزه است. این مزه باحالی میده. امیدوارم که لذت برده باشین از ولاگ. جاتون خالی.